دادستانی کل قرقیزستان به حمله‌های گنرال میلیس توجک خورشید عزتالله محمدزاده سردار ریاست واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که واحدهای مخصوص چون امان، صبر و سپسناز در اختیار اوست بهای حقوقی خواهد داد. این اظهارات را سردار خدمات مطبوعات دادستانی کل قرقیزستان بلک کلیکوف در صحبت با خبرگزاری روسی اینترفاکس بیان داشته است. کلیکوف گفت است که پرونده جنایی گنرال تاجیک را کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان تحقیق می‌کند. از ویدیوی در اینترنت نشر شده برمی‌آید که گنرال می‌توانست در مناقشه مسلحانه روزهای 28-29 اپریل اشتراک داشته باشد. اظهار داشته است کلیکوف. منظور مقامات قرقیز غالباً ویدیویی است که از جانب بلاگرهای تاجیک زیر یک موسیقی وطن دوستانه نشر شده است و در آن افسران واحدهای ویژه وزارت کارهای داخلی تحت فرماندهی گنرال خورشید محمدزاده دیده می شوند. آنها در حال تصویر شدند که در درآمدگاه دهه مقصد قرقیزستان با ماشین‌های زیرپوش بتر، جیپ‌های بروی بمشان، پلومیات و دیگر سلاح‌های وزنی نصب شده سوار می شوند. دهه مقصد در جریان مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از نقطه‌های داغ بود و به نوشته مطبوعات قرقیزستان تلفات زیاد داد. خود گنرال خورشید محمدزاده تا حال خبر بازدیدش در قرقیزستان کشودن پرونده جنایتی را شرح نداده است، ولی او قبلا در مصاحبه‌اش با خبرنگار آزیا پلوس میرنگیز ترسونزاده در اسفاره گفته بود که نیروهای الفا زمانی به محله مناقشه رسیدند که بین طرفها علاقه آتش بس اعلان شده بود. او گفت از بیرون یگان شماره خیلی کمی نیروهای علاوگی جلب شده بود و در مرز با قرقیزستان در جریان مناقشه اخیر اساساً نیروهای مستقر در حدود ولایت سوخت دست به کار شدند. نیروهای الفا به طرف مرز صبح 29 اپریل در پی بد شدن وضعیت حرکت کرد، ولی آنها شام به اینجا رسیدند. وقتی که علاقه فرمان آتش بس برآمده بود، آنها بر وقت رسیدن هم نمیتوانستند چون که راه تحت نظارت ما نبود. مناقشه پایان ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با دست کم 55 کشته و بیش از 240 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه مرزی در چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود. گنرال مایور خورشید محمدزاده 49 سال دارد. او 29 مای سال 2015 چند روز بعد به سوریه فرار کردن و به داعش پیوستن فرمانده سابق امان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پلکونیک گلمراد علیموف فرمانده امان و ریاست واحدهای تعیینات مخصوص تعیین شد.